موضوع اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس به این برمیگرده که من چند اندازه خودم رو دانا و توانا در مورد مطلب یا موضوعی یا به طور کلی میبینم. یعنی من میگم میدونم و میتونم، در حالی که کسی اعتماد به نفس منفی داره میگه نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. بنابراین اگر شما درباره توانایی، دانایی و مهارتتون برای انجام کارها به طور کلی نظری داشته باشید، موضوع اعتماد به نفس و به همین جاست که اعتماد به نفس یه نظر، یه باور، یه اعتقاده که فقط میتونه مثبت و منفی باشه. مردمانی هستن که اعتماد به نفس مثبت دارن چون میگن میدونم و میتونم، کسانی هستن که اعتماد به نفس منفی دارن میگن نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. بنابراین تقریبا همه آدم‌ها اعتماد به نفس دارن، فقط مثبت و منفیش مطرحه. من این تفکیک رو به این دلیل میکنم حرمت نفس دو تا پایه داره، 6 تا عاملی که اون رو به نوعی مواظب و مراقبن، و دو تا چیزی که نباید باشه که حالا فقط بهش اشاره میکنم. اون دو چیزی که سلف استیم و حرمت نفس رو میسازه و مسئله کم و زیادش اونجا مطرحه، اینه که ابتدا و واقعا عمیقا در وجودم، به همین جاست که لغت نفس یعنی خود من، خود واقعی من، my real self، حتی با اس بزرگ می‌نویسنش، حرمت نفس من پایه اولش این که من چقدر خودم رو خوب میدونم. این خوب به این معناست که هم به عنوان انسان هم در یه زمینه‌های این مفهوم خوب رو دارم، و دوم که چقدر خودم رو خواستنی و دوست داشتنی یا به نوعی محبوب و مرتبط به دیگران می‌بینم و می‌دانم. یعنی پایه سلف استیم اون قضاوت و نظری است که ما درباره خوب بودن خودمون و خواستنی و دوست داشتنی بودن خودمون داریم در ارتباطات مختلف و متفاوت. حتی به مهمونی که میریم چقدر بارو میخوان، یک حرفی که میزنیم چقدر خوبه، یا دیگران تصور میکنن ما آیا خوب هستیم یا نیستیم. پس موضوع سلف استیم به نظر من دو تا پایه‌شه که اون احساس خوبی است که من راجع به خودم دارم، و دوم اون چیزی که منو خواستنی و دوست داشتنی میکنه. اون دو چیزی که اینا رو به هم میریزه و از هم میپاشه، یکی موضوع خجالت و شرم و خجالت. یعنی من احساس خجالت و شرم میکنم، احساس کوچکی میکنم، کمی میکنم، احساس عدم تناسب میکنم، احساس خطا و اشتباه میکنم، احساس مورد تمسخر قرار گرفتن مردم رو دارم. علتش اینه که من یه عیب و ایرادی دارم، من یه اشکالی دارم، من از خودم، از سنم، از قدم، از عقلم، از عقیدم خجالت میکشم. از این خجالتم به خاطر اینکه فکر کنم از نظر دیگران خوب نیست، درست نیست، مناسب نیست، مفید نیست. و دومش یک نگرانی و وحشتی از دیگران دارم که به عنوان وحشت اجتماعی یا سوشال فوبیا میتونه، یا هراس اجتماعی هم خودش نشون بده. یعنی من فکر میکنم یه جوری من بدم، دیگرانم بدن. حالا که من توی مهمونی حرف میزنم، من بد با این آدمای بد حرفی که میزنم، خب یه چیز بدی از روش در میاد دیگه. نتیجتا اون دو چیزی که به هم میریزه سلف استیمو، اون احساس شرم و خجالت و اون نگرانی من از قضاوت و نظر دیگرانه، که هم به دلیل بد بودن خودم که متأسفانه تو وجودم نشسته، هم به خاطر بد بودن دیگران برای من میتونه دردسر درست کنه، درد بیاره، رنج بیاره، خطراتی رو برای من موجب بشه. بنابراین این اون مفهومی است که هست، یعنی اینا با هم متفاوتن. اعتماد به نفس پایه‌ها و مایه‌هاش تو 14 ماه اول زندگی گذاشته میشه. بنابراین اینکه در تولد تا 14 ماهگی محیطی که من درش دوران شیرخوارگی رو گذروندم چه بوده، زمینه ساز این است که مغز من و وجود من مسئله اعتماد به نفس مثبت و منفی داره، که به نظر من به 6 تا عامل دیگه مرتبطه. در این حال خودش 8 دلیل اصلی و اساسی داره. وقتی میرسیم به سلف استیم و حرمت نفس مال 14 ماهگی تا 36 ماهگی است، یعنی اون زمانی که کودک راه افتاده و شروع کنه به حرف زدن. حالاست که به خاطر راه افتادن به ضرر و خطر میفته، حالاست که به خاطر حرف زدن میتونه به دردسر بیفته و یا احتمالاً دردی رو از خودش دور بکنه. در نتیجه سلف استیم، اگر من یه آدم 30 یا 40 ساله رو ببینم سلف استیم بالایی داره، بیشتر این حکم میکنم 14 تا 36 ماهگی خوبی داشته. اگر من یادم ببینم مثل شما با توضیحی که بدید سلف استیم کمی داره، حرمت نفس کمی داره، حکم میکنم 14 تا 36 ماهگی شما بد بوده، که میتونم توضیح بدم که معمولا 12 13 تا مشکلم کنارش میاد. نتیجه 3 تا موضوعم که اساسی است بیشتر نیست. این طرف قضیه است. اما اعتماد به نفس و حرمت نفس و به ویژه حرمت نفس باید کنار خود 6 تا چیز دیگر رو هم داشته باشه. اولش رسیدن به این قاعده است که منم و تو، یعنی این یکی دانستن و نداشتن پوست روانی یا در هم تنیدن رو نداشته باشیم که توی جامعه مانند ما مثلا در خصوص خانم‌ها کار مشکلی است. دوم تقدس رو، اون برترین و بالاترین بودن رو، این هدف بودن و نه وسیله بودن، این شخص بودن و نه شی بودن رو در خصوص انسان بدونیم، چون بسیاری از ما نداریم. یعنی گرفتاری اینجاست. سومین مسئله این که اصل برابری رو با تمام وجودمون حس کنیم، احساس کنیم، بفهمیم، بپذیریم و بر مبناش عمل کنیم. چهارمش اصل یکسانی است، یعنی ما عین همیم، we are the same. در یه زمینه‌های هیچ تفاوتی بین ما وجود نداره. نتیجه این است که من از تو نه بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم. در حالی که ذهنی که دائما داره با اینکه من بهترم، من بدترم، من بالاترم، من پایینترم درگیر میشه، خب معلومه که همیشه باید ببینم حالا چی شد، حرف من چی شد، ریخت من چی شد، دست من چی شد، عقیده من چی شد. خب من گرفتارم. یعنی من دائما میخوام ببینم بهترم، بدترم، بالاترم، پایینترم، دیگران منو خوب میدونن، بالا میدونن، پایین میدونن، خوششون اومد، بعدشون اومد. اصلا این دستگاه منو به هم میریزه. این که آدم نمیتونه حرف بزنه وقتی قرار این همه انرژی صرف کنه که دیگران رو، اون حالا 5 نفرن یا 500 نفر ارزیابی کنه که اینا الان چه حسی راجع من دارن، چه احساسی راجع من دارن، چه فکر میکنن راجع من، بدن چه میگن، دیگران که شنیدن چه میشه. خب اصلا تمام کار من، یعنی من دیگه اینجا نیستم. من از 100 واحد انرژی روانی میبسم 80 تاش رفته. حالا مطلب یادم میره، بحث نمیتونم بکنم، مسائل خراب میشه، بدنم تغییرات و دگرگونی‌ها درش پیدا میشه. و بالاخره ششمیش اینه که من ارزش و اهمیت و اعتبار دارم. من مهمم همونطور که تو مهمی. من با ارزش همونطور که تو با ارزشی. وقت تو مهمه، وقت منم مهمه. کار تو مهمه، کار منم مهمه. اما روزی که آدم‌ها حرمت نفس کمی دارن، کار من مهم نیست. ما ارزشی نداریم. حالا غالب اوقات این رول رو به این دلیل بازی می‌کنیم که دیگران ما رو مورد هجوم و حمله قرار ندن. بنابراین
اگر از من بپرسن تو مهندسی، میگم نه مدرسه خونی درسی هم یاد نگرفتیم، چیزی هم سرمون نمیشه. آخه اینشتین هم مهندس بود، ما مهندسی، ما کجا اون کجا. تا فکر کنیم از طریق این تواضع فروتنی که فریب و دروغ بیشتری نیست، از آسیب دیگران، از اینکه بگن آدم خودخواهی، خودپرستی، خودپسندی دور میمونیم. و چون در یه جامعه مهرطلب زندگی میکنیم، تیپ مهرطلب یعنی نه مهربان، مهرطلبی که به دنبال محبت، از طریق تحقیر خودش، از طریق کوچک شمردن خودش، غرور خودش رو به نوعی ارضا میکنه و خودش از معرض خطر دور میکنه. راهکار مسئله خیلی روشنه. داستان اعتماد به نفس، حرمت نفس، یه داستانی است که نتیجه آسیب کودکی است. عمیق و سنگین تو وجود من شما نشسته. مثل اینکه من و شما این قدمونه یا این رنگ پوستمونه. یعنی به این راحتی ها تغییر پیدا میکنه. اول دلم میخواد بدونید این نتیجه هزاران هزار تجربه بد و منفی کودکی است که این تو وجود من شما نشسته. این دونه دونه اومدن فرض کنید وارد این سیستم شدن. پس اولا کار ساده ای نیست. اما نگاه کنید به پایه مسئله. پایه مسئله دو چیز چه بود؟ من خوبم. خب من و شما باید به این نتیجه برسیم که خوب. یعنی اگر شما همچنان به دلیل این نگاهی که از جانب دیگران داشتید نظرتون باشه که من خوب نیستم و عیب و ایراد دارم، خب کار خرابه. شما به عنوان انسان باید بپذیرید که انسان یه موجود ناقصه. I'm imperfect. آدمی که ناقصه اشتباه میکنه، making mistake، و اشتباهی اوکی. کردم. من قرار نیست کوشش میکنم که کار رو در حدی که درسته انجام بدم، ولی اشتباه شد که شد. راجع به موضوع میشه بحث کرد، حتی بارها من درس کردم. برخورد ما با موضوع اشتباهه که مسئله حرمت نفس رو میسازه یا ویران میکنه. ولی رسیدن به این مسئله است که من خوبم. دوم این که من در اینجا کار که میکنید، این کار رو من رو میخوان، اینجا منو استخدام کردن، اینجا با توجه به شرایط من به نظر میرسه که در مقام مقایسه اگر قرار بگیرم که قرار گرفتم، من انتخاب کردن، پس اونها فکر میکنن که من بهترم، پس من خواستنی ام، تموم شد رفت. پس من کارم میکنم. من خوبم و خواستنی، من کارم میکنم. شما اگر فکر بکنید من رو خط تلویزیون غیر از این میتونم فکر کنم و همچنان هفته 16 ساعت رو خط رادیو تلویزیون در مقابل پرسش‌های قرار بگیرم که چه است، به خاطر اینکه یه احساس دارم که من خوبم همونطور که دیگران خوبن و من رو خواستن همونطور که دیگران برنامه رو میشنون. تموم شد. من دیگه حالا دلیل نداره که صبح تا غروب با خودم ور برم که خوبم، خوب نیستم، خواستنی ام، نمیخوان منو، پس اینجا چرا نشستم؟ حالا ایشون نظرش چیه؟ اون آدم چرا رفت روی کانال دیگه؟ خب رفتم. یعنی اون نگاه کودکانه رو که وحشت من از این باشه که من بدم و نگرانی من از این باشه که خواسته نیستم باید بگم. در این حال شرم و خجالت اینا رو من چی شرم و خجالت؟ از سنم، از قدم، از عقیده‌ام، از نظر منم. اگه به من بگید یه جاش اشکال و اشتباه داره، سپاسگزار میشم، تصحیحش هم میکنم. شما فکر کنید من نمیفهمم، خب فکر کنید. شما فکر کنید من نمیدونم، خب بکن. چی میشه؟ مطالعات نشون میده 98% عقیده و نظر مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی آدم‌ها نداره، مگر اینکه ما عقیده و نظر دیگران تبدیل به کار چاقو کنیم به خودمون بزنیم. شما الان فکر کنید حرف من بیخوده، شما حرف میکنید بلد نیستم حرف بزنم، فکر کنید اصلا این چی داره میگه؟ خب بگید. ولی روزی که من خجالت خودم کشیدم از آنچه که دارم میگم، از آنچه که هستم، از سنم، از حرفم، از دماغم، از دستم، خب من گیرم. بعد از اون من از شما ترسی ندارم عزیز. من وقتی خودم رو خوب میدونم و شما رو خوب میدونم، چه اشکالی داره که حرف بزنم غلط باشه؟ شما یه خوب بعد از اینکه حرف غلط منو شنیدید با خوبی و مهربونی یه توضیح برای من میدید، من سپاسگزارتونم میشم. من وقتی دوچار این حرمت نفس کم میشم که خودم رو بد میدونم، شما رو هم بد میدونم، خب معلومه که نگرانم. خب من بد به شما بد نتیجهش چه خواهد بود؟ بنابراین ببینید وقتی میگید راهکار این است که این نظام باورهاتون رو عوض کنید. اولش این است که بپذیرید من خوبم. علت خوب بودنتون هم روشن عزیز، نه شما بلکه بقیه. باز مطالعات نشون میده 98% مردم در 98% موارد کار خوب نمیکنن، بهترین کاری که میتونن بکنن میکنن. من که الان اینجا نشستم فکر کنم مثلا کارامو خراب میکنم. شما که الان با من صحبت میکنید کوشش کنید یه جوری بیخودی بگید، در حالی که بهتر میتونید حرف بزنید، بهتر میتونید مسائل مطرح کنید، عمدن میرید خرابش میکنید. شما که امروز لباس پوشیدید، اومدید لباس رو بعد خراب کردید، آرایش کردید، آرایش رو به هم زدید. با دوستتون که صحبت میکنید عمدن میرید یه حرف بیخود میزنید که خودتون رو خراب کنید. خب نمیکنیم. پس انسانی که دائما در کوشش میکنه بهتر و بهتر بشه و یا در بیشتر موارد 98% موارد بهترینش انجام میده، نه حتی خوب خودش رو، چرا باید بپذیره که من بدم؟ چرا با زیر بار باورها و اعتقاداتی بریم که تو گناه، تو کاری و تو کثیفی و تو بدی و تو بی عقلی و تو نفهمی و تو چنین و چنانی؟ آخه اینا از کجا اومده؟ اینا رو غیر از این گفتن برای که سوار ما بشن؟ پس بنابراین من خوبم. دوم که خواستنی و دوست داشتنی ام، نه اینکه همه منو بخوان. نه، یکی که با من آشنا میشه ممکنه منو بخواد، بس به هر چیزی هست. حتی به عنوان یه زن و مرد، مردان و زنان احتیاج نیست شما رو بخوان، کافیه یه نفر شما رو بخواد، تموم شد رفت. ولی اگر من بخوام همه منو بخوان که اون وقت گرفتاری است. بعدم موضوع دیگه اینه که من از چه چیزی خجالت بکشم؟ از این که هستم چه خجالتی؟ به من میگه تو خوب درس نخونی، راست میگی. به من میگه ورزش نکردید، بله. به من میگید مواظب یه امور سلامتی و بهداشت نبودید، حتما. به من میگید تو عیب و ایراد داری، بله. ولی به عنوان انسان همینم که هستم. من کار و کوششمو کردم، شد نشد. اهمیتی هم نمیدم به شما چه نگاهی میکنید. در حالی که روزی که من وارد مهمونی شدم، فکر کنم مردم به قد من یا به سن من یا به وزن من یه توجهی ویژه‌ای دارن. دو تا توهمه. اولی که مردم هم چیکار نمیکنن، مردم همین اومدن خودشون رو نشون بدن، کسی نمیره منو ببینه. بعدم تازه منو دید، اصلا همچین نظری هم داشت. چه فرقی میکنه تو زندگی من؟ برای من شما چرا باید مردم رو بد بدونیم؟ چرا شما وقتی توی جمعی با مردم حرف میزنید فکر کنید آدمای بدیه؟ فکر کنید آدمای خوبی ان، آدمای مهربونی ان، آدمایی هستن که عیبو پنهان میکنن، آدمایی هستن که حسن شما رو بیشتر میکنن، آدمایی که اگه اشکالی در شما دیدن به درستی بدونی که حرمت شما رو، کرامت و شرافت شما رو مورد حمله قرار بدن، مسئله رو به صورت یک کسی که یه مطلبی رو اشتباه کرده یا نمیدونه مطرح میکنن، مثل همه ما که تو هزار رشته هیچی نمیدونیم. یا اینکه شما همه مسائل تبدیل میکنید که نه، من اگر حرف زدم با حرفم دقیق و درست و پایان باشه هیچ کس هم بهش اعتراض نکنه، بله مثلا حرف درست بزنید.
مگر خدا یا پیغمبران خدایی که شما باور دارید حرف درست نزدن؟ آیا همه قبولشون کردن؟ آیا هیچ کس هیچ چیزی علیهشون نگفته یا بیشترین مخالفتا متوجه اونها بوده؟ به من میگه راهکار تغییر عقیده و نظرتونه، تغییر نگاهتونه، راه دیگه ای ندارید. مهم این است که شما تشریف برید به اداره، حرف این است که من میرم در حد دانشی که دارم کارم انجام میدم و گزارشمو میدم. یک، احتمالاً عیب و ایرادی نداره. دو، داشت هیچ نمیشه. مگه بقیه دیگران چگونه زندگی میکنن؟ میری توی مهمونی یه حرفی زده میشه، شما عقیده و نظرتون میگی، این عقیده و نظر دیگران درست نیست یا بهش میخندن، بخند. درست نیست که نیست. مگر عقاید درست است؟ بله، شما تازه اون عقیده ای رو که امروز درست میدونید، ای بسا یه روزی درست نمیدونستید و ای بسا یه روز دیگه خودتون عقیده خودتون قبول نداشته باشید. من بارها عرض کردم، دوستان رو خط رادیو تلویزیون اومدن خیلی پرت و پلا گفتن. بعد از این مدت من فهمیدم همین عقاید رو 20 سال قبل یا 40 سال قبل خود منم داشتم. دو، دیدم پدر و مادر من با همین عقاید که از نظر من عزیز و خوب بودن، با همین عقاید اصلا مردن. خب چه شد؟ هیچ. به من میگه راهکار، ما راهکاری جز این نداریم که واقع بینانه با این موضوعای دهگانه‌ای که تو حرمت نفسه برخورد بکنیم. ماجرای اعتماد به نفس هم یه مسئله ساده تری است، ولی باید فهمید که در چه موضوع و موردی است. به همین جهت است که موضوع اعتماد به نفس و به ویژه حرمت نفس مسائل اساسی انسانه. چرا؟ برای که ما از کودکی میایم و زیر بمباران یه جامعه‌ای هستیم که از طریق حقیر و کوچک و ناچیز شمردن ما از ما استفاده و سوء استفاده می‌کنه. روزی که من گفتن تو بدی، روزی گفتن تو نمی‌فهمی، حالا میتونن بگن تو این کارو بکن یا اون کارو نکن، یا برای خودت حقی قائل نباش، چون نمی‌فهمی ساکت باش، حرف نزن، بذار ما برای تو تصمیم می‌گیریم. ما می‌دونیم درست و غلط موضوع چیه. اینجایی است که در طول تاریخ این سوداگران زر و زور و زر از این استفاده کردند برای اینکه بتونن از ما استفاده و سوء استفاده کنن و این وارد سیستم فرهنگی شده، به طوری که در جامعه ما فکر می‌کنیم ما باید خودمون حقیر و ناچیز و صغیر و بدبخت و بیچاره و وامونده بدونیم و این همه لغت. اصلا من حیرت می‌کنم، من در حدی که می‌شناسم هیچ زبانی فکر نمی‌کنم این همه لغت بدبختی و خاکستری داشته باشه. مخلصم و نوکرم و چاکرم و ارادتمندم و خاک پا هستم و چنین است. آخه بعد در مورد دیگران که میرسه ببریم اونها رو بالا که تو چی هستی و صدات فلان و نمیدونم اعداد فلان است و حرفت فلان است، همینجوری پشت سر هم مقامات رو اجل اشرف اکرم مکرم منور معظم معزز همینجوری ای پشت سر هم صفات بچسبونیم. ما خودمون هیچ، اونا همه چیز. خب این جز برای این سواری است. ما الاغیم و یک کسی هم الاغ خرسوار دیگه. این نظامی است که تو جامعه ها وجود داره و ما پذیرفتیم. پدر و مادر ما اینا رو شروع کردن تو وجود ما دادن. اینجا میریم این حرفو نزنیم، اون کارو نکنیم، اونجا نشینی، اینو بخوری، اونو نخوری، دستت اینجوری باشه، پاد اونجوری باشه. نه به خاطر اینکه اینا خوبند و درستن، به خاطر اینکه دیگران در این باره چه قضاوت و نظری پیدا کنن و اینجا اون گرفتاری است. شما میگید چیزی خوب و درسته، من از پسرم و دخترم میخوام که انجام بدم، بسیار خوب. ولی اینکه دیگران چه قضاوتی میکنن، چه نظری دارن، اونم توی بد وقتی حرف بزنی اون دیگران بد بعد شروع میکنن مسخره کردن این ور اون چنین کردن یا همونجا تو دهنت زدن. خب معلومه ساکت میشه. و همین است که بچهای کوچیک وقتی با این مخالفت ها روبرو میشن لکنت زبان پیدا میکنن. یعنی این مغز میگه حرف نزن و بنابراین شروع میکنن کلامی رو که میخوان بگن نمیتونن بگن و بنابراین قبلی رو که گفتن که حالا از دست رفته تکرار میکنن. علتش چیه؟ از 10 تا بچه‌ای که زمینه رو داره 8 تاش وقتی به لکنت زبان میفته که تو دهنی زده میشه. وقتی است که درباره حرف زدنش به زحمت میفته. و همین است که مسئله اصلی و اساسی آرامش و امنیتشه و راحتی و آسودگیش.